همه زمینه را جفت میکنم فهمیدی؟ لکه زمینه را همه را جفت میکنم کچ کنم جام لکه اینه تری میکنم همه را ولا أنا كنت صقع وقجان قد الشخوي بابي ماما از این گفتن ما پیش از نوار رو تماشا کردن به شما یک کمپانی خوب و بهترین توصیه میتونم، یعنی گروزا پریوز که از مسکو به تاجیکستان بار میارد. بار در تریتوری بزرگ لوبلینا و ساداباد جمع می شود. تریتوری مسکو دستافکا 20 پلاتین دوستان عزیز، بار به طرف شهر دوشنبه، شهر باختر، ناحیه یاوان، عبدالرحمن جامی، ناحیه غازی ملک، یعنی تمام شهرهای جمهوری تاجیکستان بار شما را آورده ساق و سلامت میرسونند. کمپانی اکای بختیار و بهرام جان دوستان عزیز، 6 تا رقم‌های تلفنشون در این روی اکران میمونم. مرامت کرده زنگ زنید، بارای خود را به تاجیکستان روان کنید. سلامت باشید. ها بابی ها بچه بشی زمین جفت کنی میبرم ها بچه مخه فرا یک کار باری خانه رو یاردم که آخه من بیگه هنسیف شنک دارم هنسیف شنک رستاب بیگه کار همه هر کده ترکتور بازی کده میگه دیگه یک کار باری خانه رو یاردم که من بیگه هنسیف شنک دارم هنسیف ها من کم زدگی مخه من ها بجا هر بچه لگه برا بجا کاش بزنم بچه بودم حنسیف چینک داره بگه حنسیفشو میچینم دربای بیا همسایه بیا شافی فایده بدی ها بیا همسایه ها فایده در کردم اما یک بوزای کو بوز هم تکرا همرا بکشاکو ما بیگه هنسیف شینک ما خدمت هم ها یا خدمت که همسایه جان ها چخاش همو بوزای بکشاک زنک زنک بابا مادر گوش زنک خیلی اوقات می همش تیار کن نصیب باشه بیگه هنسیف شینک دارم هنسیف شینک مالی مادر من همه اوقات میکنم باش نکی اگر یک یارو جورت میآید کو با ما خطی دیگه خیلی میزنم فهمیدی یگان یارو جورت من نبینم غیره همسیفو آخه زنک گوش که زنک یک زب گفی شد تنق گفی زنی تو یارو جورا و حنسیف مرا کجا فرق میکنی ها مادر اگه من بطور بیاکلو اینا وینید کد بای صورتا نگاه میکنم کدامش نباشه کو سرش میکنم فهمیدی